شاید باورتون نشه ولی این هیولا 30 تا راننده داره. این وسیله عجیب 2700 تن وزنشه، یعنی چیزی حدود 2500 تا پراید. اسمش ناسا کراولره و ظرفیتش در قدیم 5400 تن بوده، ولی الان با بروز رسانی تونستن ظرفیتش رو به 8200 تن برسونن. جالبه بدونید فقط از مسیری میتونه عبور کنه که شامل شن و خاکه، چرا که آسفالت رو در جا نابود میکنه و فقط به صورت مستقیم یا دنده عقب حرکت میکنه. روی این دستگاه 2 تا موتور لوکوموتیو نصب کردن و فقط برای جابجایی راکت های ناسا ازش استفاده میکنن. سرعتش فقط 1.5 کیلومتر بر ساعته و بیشتر از 10 ساعت طول میکشه تا آماده بشه و یک مسیر 6 کیلومتری رو طی کنه تا موشک رو به مقصد برسونه. دانستنی های برتر جهان را در فکت فارسی وان مشاهده کنید.